این داستان برای 15 سال پیش بود که ما توی شهر کوچیک زندگی می‌کردیم. اون شب با مادرم جر و بحثم شده بود. دقیقاً به خاطر ندارم سر چی، ولی بیشتر از یه جر و بحث ساده بود. در حدی که طاقتم به سر رسید و تصمیم گرفتم شب از خونه بزنم بیرون و خونه نخوابم. تنها وسایلی که برداشتم فقط یه دونه بالشت و یه دونه پتو بود. خونه ما در یک محله قدیمی تو حاشیه شهر بود. و یک کوچه بالاتر از خونه ما خونه قدیمی و خرابه‌ای وجود داشت که نسبتاً سالم مونده بود و مناسب بود. خونه آروم و تاریک بود. یه حس عجیبی داشتم بهش. از دیوار بالا رفتم و برای اینکه خیالم راحت باشه که کسی داخل خونه نیست، به احتیاط به پنجره‌هاش نگاه کردم. نه نوری بود و نه نشانه‌ای از اینکه کسی داخل خونه باشه. ولی تا نگاهم به سرداب خونه افتاد، ناخودآگاه موهای تنم سیخ شد. چیزی نمیدیدم، ولی انگار یه کسی یا چیزی به هم زل زده بود. جرئت نکردم برم توی حیاط. روی پشت بوم جام رو انداختم و از شدت خستگی تا چشممو بستم خوابم برد. شب آروم و ساکتی بود. خواب عجیبی دیدم. انگاری که یه نفر دستم رو گرفته بود و آروم آروم از بام و نردبون پای میکشید و به سمت سرداب میبرد. تمام این مسیر من رو تا سرداب برد که یه دفعه با صدای الله اکبر از خواب پریدم. یه لحظه چشمم بهش افتاد. 2 چشم که در تاریکی سرداب بهم خیره شده بود. انگار که منتظرم بود. از ترس به نفس زدن افتادم. یعنی تمام این اتفاقات تو خواب واقعا افتاده بود و اون چیز نامعلوم جلوی روم بود. خشکم زده بود. نمیتونستم بدنم رو تکون بدم. اما به الله اکبر دوم بدنم رو تونستم تکون بدم. با سرعت فرار کردم و دویدم طرف خونه. تمام این اتفاقات رو برای مادرم تعریف کردم. اون منو قانع کرد که همش خواب و خیال بوده. ولی من همیشه به اون شب فکر میکنم، چون همه چی خیلی واقعی به نظر میرسید. اگر صدای اذان من رو بیدار نمیکرد، چه اتفاقی میافتاد؟